سلام بچه ها، امیدوار هستم که همتان خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. هر جای هستین در بهترین وضعیتتان باشین. امروز فقط سناریو بولش است، اینجا نوشته است دیگه. فلکسیبیلیتی داریم، قسمی که براتان در روزای قبل گفتیم. همیشه میتونیم که باعث خود چنج بکنیم و من هیچ مشکل امرای از این ندارم. فقط کندل هفته‌ای به این شکل است. کندل روزانه ما از روز دوشنبه که باز شد لاو جمعه را گرفت و از این بالانس ریجکت شد، از این میتیگیشن بلاک ها ریجکت شد، رفت بالای از این کندل بسته شد، این کندل رفت پایین، زورش نکشید، بالا بسته شد، این کندل آمد تا وک از این مثال تا نیمش یا کم بالاتر کم پایین تر دوباره رفت بالا، آل تایم های گرفته، نتانسته، ولی امکانش هست که امروز بگیره. و اینجا اگر در بلاک دیگه خودش جور کرده. گرچه اگه این کندل بالای از اینی بادی از این کندل ها بسته می شد، بسیار زیاد مقبول تر می شد به خاطر بای. بمو است که انسان در شک مندازه. خب مارکت ها که قدر obvious هم می بود و همگی می فهمیدم دیگه نمی شد. پس ایلاو گرفته آمدیم به سمت بالا. در یک ساعته ایلاو ها را لو اوکی لیکویدیتی سل سایت اینا گرفته شده یا هم توسط ازی گرفته شده. باش ببخشید اینا توسط ازی گرفته شده. ای را گرفته نتونسته رفته بالا. ای آمده اینا را گرفته از یار در بلاک یک ساعته وکش تاچ کرده و به این شکل رفته بالا. یا هم پول بک ما حسابش میکنم. اینی رام یک اکیومولیشن دیگه حساب میکنم. توقع دارم که مارکت یک بار دیگه پایین بیایه تا هر زونه. مرا اگر لایف تریدای ما دیده باشین میفهمین میگم تا هر زونه. اوکی میتونه که تا به اینجا بیایه، میتونه که تا به این بریکره که خورده ما یک ساعته ما بیایه از اینجا بره بالا. اگر سناریوی بولش داشته باشیم بسیار مقبول یک بای برای ما میتا. سناریویش داریم که پلی میکنه یا نمیکنه نمیفهمیم. یا هم بیایه بر از این وک جور کنه این لو را بگیره ولی این را لیازش کنه بره بالا. یا هم میتونه که کلان بیایه زون سرخ که مهم است که باید از این زون مارکت بالا بره بیایه و بره بالا. ولی یک سناریوی دیگه که است که مارکت میتونه باز شوه و همون تو بره بالا. اونو سناریو unpredictable است، به او خاطر منتظر میشینیم. و یک گپ دیگه است که اگر به تبر ما ای کار بکنه 5 دقیقه بعد مارکت باز میشه بیایه اینی گپ داخل گپ نیوز بیایه لاو نیوز پروتکتد لاو مثل یک لاو پروتکت شده تریت کنه و از این قسمت بره بالا هم میشه. پس در هر صورتش من خودم سناریویم بولش است، ولی که مارکت آیا بالا میره یا نمیره تا 5 دقیقه دیگه معلوم میشه که میتونه این هایا را بگیره بریزه. ولی من طرفدارش نیستم. اگر یک بار دیگه داخل این گپ 15 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای بیایه این گپ نیوز است از اینجا بره بالا بسیار هم مقبول تر میشه و بایا میگیریم. 5 دقیقه دیگه مارکت باز میشه. فقط از چیز که خوشم نمیاد که مارکت ما یک انالایز داشته باشم، مثال بگویم امروز مارکت آل تایم های بگیره بره بالا، مارکت یک دفعه باز شه و بره بگیره مرا نبره که زیاد از اتفاقا مفته در مارکت های اندکس. و یام از انالایز ناسداک که مارکتش میتونه هم از امیجی که از باز شوه و بره بالا، هم میتونه از این زون سرخ بره و هم میتونه که از این زون سرخ بره. این زیاد obvious و آسان میشه برای اسمارت منی تریدر که مارکت بیایه بسیار منظم لیکویدیتی کار جمع کنه از این گپ و بریکره که یک ساعته ما که بسیار مقبول است، بسیار مقبول است، های پروبابیلیتی است از این بره بالا. یعنی اگر در اینجا بیایه که ما در استوری اینستاگرام هم یک اشاره کردیم در این صفحه استوری که انداخته بودم اینی خط من انداخته بودم که اگر آمد بایش گرفتین نوش جانتان، اگر بای داد و رفت نوش جانتان، اگر استاپ خوردین دیگه شا نمیگم. خلاصه نزدک هم من امروز بلش هستم و یو استرتی هم
البته نظریه می است که مارکت بالا بره، ولی که مارکت چی میکنه نظر به او میشه که تصمیمای ما تغییر بخوره. قسمی که فعلا بالا روان است، قبل از اوپنینگ کلانکاری کرده، نیوز هم بالا زدش، خودش هم حال بالا روان است، حداقل میامد از این قسمت بالا میرفت، خیلی مقبول تر میشد. بریم ببینیم مارکت باز شود چی رقم پلی میکنه. نظر به او هر تریده که گرفتیم همراهتان شریک میسازم.
اوکی، ای از ترید امروز ماست. 1% در ستاپای اقناق استاپ خوردیم. تقریبا که یک باشه ببینیم چند میشه. تودی را ببینیم. اول خب منفی 3% شدیم. اکاونت که از 200 که است 6003% میشه. 3% منفی شدیم. اول که در اینجا سل زدیم با یک من میخواستم از اینجا رجکت شوه. وقتی که وک به یک کندل جور کرد در این قسمت رجکت شوه بره به سمت پایین. استاپ سر بادی ازی بود. در این قسمت کلوز کردم که باید استاپ سر ازی میموندم. کل پوزیشن ها را اینجا ات میکردم. یک اشتباه دوم در این قسمت بای زدیم. ای بایم استاپش خورد ماندیم که اگر گفتیم میره استاپ ما خورد باشه و سیف باشیم که تا به اینمی قسمت ما 1% منفی شده بودم که میشه تقریبا 2000. میمانه 3 دانه پوزیشن سل ما که تا به این قسمت بالای 5-6 هزار هم در سود رفت. 6000 بود به نظرم. نمیفهم چقدر در سود رفت. دمو لایف ترید دمو پشت سرها هسته. بعد از این قسمت مارکت ریجکت شد و به سمت بالا رفت. چرا ریجکت شد؟ مارکت بولش بود. آمد نیوز که آمده بود های از او را تچ کرد. در این قسمت یک دیلینگ رنج 1 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای داریم. دیلینگ رنج 1 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای ما را تچ کرد. متوقع این بود که حداقل بیا علاوه کار بگیره، ای گپ پر کنه یا بر از این کندل نیوز ویک جور کنه به خاطر که بالا رفته. ولی زیاد در نظر نگرفتم که آل تایم های نگرفته آمده پایین. ما فکر کردم که فیلد کرده آمده پایین. که از تریدم پشیمان نیستم. بسیار یک ترید مقبول بود. تا 3% هم 6000 7000 3% میشه در فایده رفت. ولی آمد 2% دیگه پس منفی ما داد که همراه از او 1% دیگه میشه 3%. یک اکاونت اگه صدکه می بود حالی 6% میشد. مگم 3% منفی شدیم و اکاونت ما هنوز هم اپ است. شما اگر این هفته را ببینین این هفته تقریبا 2% 2.5% اپ هستیم. دیگه شاید که فردا ترید نکنم. ببینم نمیفهمم. فردا اگر آمدم کدام ستاپ بسیار مقبول داد ترید میکنم. اگر نداد نمیکنم. این باز فردا شاید ترید نداشته باشیم که براتون بگویم. ولی امروز لاس خود قبول میکنیم. باعث ما اشتباه بود. متوجه از این نبودیم که این یک پول بک است. زیاد به کندلا دقت نکردیم. بل لیکویدیتی زیاد دقت کردیم. اوکی؟ گرچه در لانگ ترم برای من نتیجه میده. ما به این کندلا، به این رقم کندلا، به این کندلا، به این وکا، به اینا، به این ریجکشن و از اینجا به این ریجکشن زیاد تمرکز نکردم که فکرام نمیکنم زیاد کسایی بای گرفته باشد. چونی بای گرفتنا کار هر کس نیست. نامده مثلا تو کدام چی میگنش؟ کدام لیکویدیتی را سویپ کنه. حداقل میامد تا به این گپ باز میامد یک شفت میکرد. یعنی ستاپ کلاسیک پروگرام بای میگن، بای پروگرام میگن، چی میگن. اونمو را اگر میداد مثال یک شفت میکرد بعد از یک شفت یک پول بک میداد میگرفت باز ما هم سل خدا کلوز میکردیم داخل بای میشدیم. ولی چی شد؟ مارکت آمد وقتی که ریجکت شد 1 کندل 2 کندل 3 کندل کندل چهارمش شوت کرد رفت و سمت بالا که کندل 5 دقیقه‌ای به این شکل بود. و یک دلیل دیگه ای که استاپ خوردیم چی بود که ریسک فری خدا غرض گرفتیم. ستاپ ما در کجا بود؟ ستاپ سل ما نمیفهم اینی کندلا بود دمیجا بود دیگه. خب فکر کن هر جایی که باشه. اوکی ما استاپ چی کردیم؟ استاپ آوردیم. فرض میکنیم استاپ آوردیم در سر ازی به این شکل رفتیم 6000 در فایده. تی پی اینجا بود تقریبا میشد 10000. ولی مارکت که از اینجا آمد باید ریسک فری ما را میزد. در اون صورت 1.5% ضرر میکردیم. نهایت زیادش 1% خود ضرر کرده بودیم. 0.5% دیگه هم که 1000 میشه 200 300 400 استاپای از یا میامد که 1.5% دیگه میشد 3000 استاپ میخوردیم میشد 2.5%. ولی استاپ گرفتیم بردیم در اینجا گفتیم میتونه که های بگیره اینجا را متیگیت کنه و بیاید پایین که ما کلا اشتباه بودیم. حالا چک نکردیم دقیق نمیفهمم که باعث کدام نیوز بوده کدام خبر آمده کدام گپ آمده باز ترامپ کدام گپ زده نمیفهمم. چک میکنم انشالله براتون میگم. چونی بالا رفتن بی دلیل نیست و ای پایین رفتن نزدک ببینید. بر صورتی بود از ترید امروز سود و ضرر در مارکت است. باز نگوین ضرر ایتان نمندازی نه ضرر. اول بولش بودیم متوجه اگه باشین که در اینجا نشته بود که دیدگاه بولش. ما در اول لایف ترید هم براتون گفتم که دیدگاه بولش است. ولی چی شدیم؟ منیپولیت شدیم توسط مارکت و داخل سل شدیم.
و از تریدم پشیمان نیستم، اوکی است، مشکل نیست، یک درس است. به این خاطری را برای شما میمانم و قدر بعد از مثال لایف ترید ما براتون توضیح دادم و گپ زدم که لاس یک چیز نرمال است. اگه ما عرق کردیم بفهمین که از گرمی است دیگه. امی خلاص، فردا شاید ترید نداشته باشیم، هفته جدید باز شروع میکنیم، باز هانت میکنیم، باز شکار میکنیم. وقت اوقاتتان خوش بچه ها، خداحافظ.